بلای چون رسد بر تو مخور غم حکمتی دارد. چو دردی را خدا بخشد یقینا قسمتی دارد. یکی راضی ز تقدیر و یکی ناراضی هم از آن، که هر آدم به هر چیزی نصیب و قسمتی دارد. یکی افتاده از غمها که نالیدن بود کارش، یکی فارغ ز زحمتها که بخت و راحتی دارد. مرا بر کوی سرمستی که آخر آورد پستی، به نیکی کوشید جانم که دنیا فرصتی دارد. دوا کن خسته حالی را چو می بینی که رنجور است، که بدبختی او حتما زمان و مدتی دارد. بیا بی گنج بی رنجی چو از کفت رفت می رنجی، بدان هر کس دادنانی بر روز منتی دارد. زنهاداری چه می نالی قناعت پیشه کن، زیرا دمی جان کندنش دارا به مالش لعنتی دارد. بلایی چون رسد بر تو مخور غم حکمتی دارد. چو دردی را خدا بخشد یقینا قسمتی دارد. واقعا برادران و خواهران خوب، وقتی که یک معما یا یک دردی به سر آمد، شما اینقدر سخت غم نخورید که هر یک اون درد، هر یک اون آفت از جانب الله تبارک و تعالی یک حکمت خود را دارد. خدا متعال همه ما و شما را بخت و سعادت دنیا و آخرت نصیب گرداند. اما گفته نمانم که این شعر را بنده از سامانه اینترنتی با ما یک برادر راهی کرده. متاسفانه مؤلف شعر را نمیدارم. الله تبارک و تعالی یار نگهبان همه شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. با احترام دوست برادری شما امید رحمت. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد علی جمیع الانبیاء والمرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین.